قاعده 168 چی است؟ ساختمان دوزخ به شکل توقیفی بفهمید. دوزخ چه قسم است؟ درباره دوزخ در آیات قرآن و احادیث رسول الله هم گفته شده. اول درباره بزرگی دوزخ گفته شده. میگه وقتی که دوزخی ها به دوزخ انداخته میشن دیگه چی است؟ تعداد بسیار زیاد می باشن. الله بر جهنم میگه یوم نقول لجهنم هل امتلأت، اینقدر دوزخی ها انداختیم پر شدی و دوزخ هنوز هم جای زیاد داره. چی میگه؟ و هل من مزید، یا الله دیگه هم نیست. العیاذ بالله که این دوزخ به این اندازه بزرگ است که سوره قاف آیت 30 است. عمق دوزخ در حدیث شریف میگه که دوزخ بسیار چی است و در صحیح مسلم حدیث میگه که ما در امرای رسول الله صلی الله علیه و بودیم که یک صدای برآمد. رسول الله صلی الله علیه و پرسان کرد میفهمین صدا از چی بود؟ صحابه گفتن والله اعلم. خب رسول الله صلی الله علیه و بود، بعضی اوقات بالایش وحی میامد و حتی صدای بعضی چیزا رو صحابه هم میشنیدن، ما و شما شنیدن نمیتونیم. دیگه گفت که این یک سنگی بود که تقریبا 70 سال پیش انداخته شده بود در دوزخ، حال رسید. یعنی عمقش قدر است که اگر یک سنگ میپرتین 70 سال بعد با عمق دوزخ با آخرین قسمت از او میرسه. حدیث صحیح مسلم است. در قسمت دروازه های دوزخ الله حفظ بکنه میگه 7 دروازه داره. این دروازه های از نامای خاص داره، مثل جهنم. یک دروازه دوزخ جهنم است، حطمه هست، لظا هست، سعیر است، سقر است، حاویه هست و جحیم است. این نام های دروازه های دوزخ است.